سلام به هنربازهای عزیز. ما اینجا چند دوره هنری رو با هم بررسی می‌کنیم. 1. دوره گوتیک، گاثیک، نمونه‌ای از هنر معماری و هنر تجسمی در قرون وسطی با تمرکز بر جزئیات معماری گوتیک و نمادشناسی مذهبی. 2. دوره رنسانس، رنیسانس، دوره‌ای از هنر و فرهنگ در اروپا در قرون وسطی با تاکید بر بازگشت به هنر و فلسفه یونان باستان و روحیه انسان‌محور. 3. دوره باروک، باراک، یکی از جریان‌های هنری در اروپا در قرن 17 با تمرکز بر تنوع رنگی، حرکت، نمایش درخشش و تئاتری بودند. 4. دوره رومانتیسم، جریانی در هنر اروپا در قرن 19 که بر احساسات، طبیعت، شور و هیجان و عقلانیت متمرکز بود. آیا هنر توانسته است زندگی شما را بهبود بخشد؟